دادگاه حربی شهر خوجند مهرالدین اسلاموف 29 ساله و صاحب یک فرزند را به سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی گناهکار دانست. حکم روز 18 سپتامبر امسال برآمد. بنا به سندی که رادیو آزادی روز 20 سپتامبر دسترس کرد، دادستان سرجانت خرد مهرالدین اسلاموف را به نقض قاعده های مناسبت در ارتش متهم کرده است. اینجا سرجانت خود اسلام از خوش داده که کم فقط استفاده کرده خود را سرباز سابقه دار معرفی نموده با مقصد نشان دادن برتری جسمانی خود قاعده‌های مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی را در قانون ویران نموده برخلاف طلبات های بندهای 4 5 6 9 آیین‌نامه انتظامی قوای مسلح جمهوری اسلامی عمل کرده 8 نفر سربازان نو دعوت شده و نزد خود دعوت کرد. منبع سرجانت خود اسلام کردار جنایتکاران خود را ادامه داده با مقصد نشان دادن برتری جسمانی خود در نزد دیگر سربازان زاده شهر کانیبادان بودنش اعلام کرده تاکید کرد که ساکنان شهر کانیبادان در خدمت حربی شهرت و برتری بلند دارند و نام برده این حالت را باید با عملهایش نشان دهد. تابستان امسال در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر پهن شد که با تراشیدن قسم موی سر 9 نو عسکر نام کانیبادام را ساختند. در سر هر عسکر یک حرفی. حادثه در قسم نیروهای مرزبانی چارکو در اسفره شده است. دادستانی کل تاجیکستان گفته بود عکس ماه ینور سال 2022 گرفته شده، تنها ماه ایون امسال رسانه‌ای گردید. در این قضیه مهرالدین اسلاموف از کانیبادام نقش کهنه سرباز و ام دولتوف عکس بردار را بازیدند. خود اسلاموف در سخن آخرینش در تالار دادگاه گفته است این جرم را اعتراف می‌کند. من برای کارم گناهان درستم پشیمانم. با در نظر داشت شخصیت خود سودشونده بنابر آنکه در این دورانی در حبس پیشکی قرار داشتنش تا مرافع سودی علاقه از شخصیت برمی‌آید که اصلاح‌شده و بدون تطبیق جزای محروم ساختن از آزادی امکان پذیر میباشد. از سود خواهش کرده میشد که با دسترسی ماده 72 کد جنایی تاجیکستان بنابر صحیح پشیمانی از کردارش پرونده جنایی در 3 سال سودی قطع کرده شد. پس از شنیدن طرف‌ها دادرس شاغفران عثمانزاده هنگام قرائت حکم گفت که پهلوهای سبک کننده جزا را به اعتبار گرفت و حکم خود را برآورد. با دسترسی ماده های 332 336 338 339 341 344 347 348 کودکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان حکم کرد. اسلام مهرالدین نصیب‌بایویچ با ماده 391 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته با این قسم ماده با او جزای محروم ساختن از آزادی به مدت 5 سال با ادا کردن جزا در کلان اصلاحی نظامش عمومی تعیین کرده شود. در چند ماه آخر این مورد دومی به جوابگری کشیدن سربازان سابق برای تحقیر نواسکران در قسم‌های حربی تاجیکستان است. مهتر سالاری یا درفشان در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه‌ها راه می‌یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.